سرخط خبرها فاش شدن قلابی یک افسر ارتش طالبان شاهمات بازی را منع کردند. نظرسنجی کدام سامانه رسمی مقامات را می‌دانید؟ سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز شنبه 13 می نسبت به یک افسر قوه‌های مسلح تاجیکستان برای گوی آزاد کردن از خدمت حربی پرونده جنایتی آغاز کردند. آژانس ضد فساد تاجیکستان خبر داد که قطب‌الدین زاده افسر زیر شعبه تشکیل سیستم اداره‌کنی ریاست عملیات ستاد گنرالی قوه‌های مسلح تاجیکستان ماه نوامبر سال 2023 با استفاده از مقام خدمتی خود با راه فریب از شهروند که از او OT نام بردند برای از خدمت آزاد نمودن خویشاوندش مبلغ 61,000 سومانی طلب نموده است. به اطلاع منبع قطب‌الدین زاده با آن که می‌دانست وکالت آزاد کردن سرباز را از خدمت حربی ندارد، دوام سال 2024 یک چند مورد از این ساکن در عموم 59,000 سومانی را گرفته آن را به احتیاجات شخصیش صرف نموده است. در خبر آژانس مبارزه با ضد فساد درباره بازداشت یا در آزادی بودن این افسر ذکر نشده است، اما به اطلاع منبع نسبت به قطب‌الدین زاده پرونده آغاز گردیده بعد تحقیق به دادگاه فرستاده شده است. مقامات مبارزه با فساد بارها از بازداشت نمایندگان کمیساریات‌های حربی خبر دادند که به عوض گرفتن پاره وعده از خدمت حربی آزاد نمودن جوانان کردند. در شهر دوشنبه تنها در یک شبانه روز 10 حادثه نقض قانون تنظیم آشکار کرده شده است. به گزارش ریاست وزارت کارهای داخلی، شهروندان هنگام برگزاری جشن و مراسم‌های گوناگون قانون تنظیم کننده ساحه را دغلانه ویران نموده به اسرافکاری دست زدند. نسبت به کسانی که قانون تنظیم را ویران کردند سند مأموری ترتیب داده شده است و این نهاد از شهروندان خواسته است در دایره قانون عمل نموده از اسرافکاری بیهوده دست کشند. قانون تنظیم که مقامات از آن زیاد تفسیق میکنند برای محدودیت‌های زیادش تنقیدهای را هم در پی داشت. حکومت طالبان برگزاری بازی شطرنج را در افغانستان موقتا منع کرده است. به گزارش بخش افغانستانی رادیو آزادی، سخنگوی اداره ورزش طالبان 11 می دلیل این تصمیم را مشکلات در سطح راهبری فدراسیون شطرنج و ملاحظات شرعی درباره این نمود ورزش عنوان کرده است. این مقامدار طالبان گفته است پس از بررسی‌های شرعی در خصوص بازی شطرنج و حل نافهمی‌ها در سطح راهبری فدراسیون شطرنج درباره اجازه دادن و یا ندادن به این نمود بازی تصمیم گرفته می شود. گروه طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در سال 2021 در ورزش محدودیت زیاد جاری کرد. از جمله شرکت زنان و دختران در مسابقه‌های ورزشی منع شد. طالبان همچنین محاربه‌های آمیخته و بدنسازی یا بودی بیلدینگ را هم ممنوع اعلام کردند. به نزدیکی در شهر دوشنبه مرکز خدمت رسانی‌های دولتی باز می شود که برای اهالی در استفاده پورتال یگانه دولتی خدمت رسانی‌های دولتی کمک خواهد کرد. این نامگوی خدمت رسانی‌های دولتی است که از طریق الکترونی یا آنلاین پیشنهاد می‌گردند. در این زمان در این پورتال 56 سامانه رسمی مقامات دولتی ساخته شده است. همکاران ما از ساکنان سوال کردند که کدام سامانه دولتی را می‌دانند و از کدامش بیشتر استفاده می‌برند. پاسخ را یکجا می‌بینیم. ما واتساپ داریم، بسیارتر با واتساپ خط خانگی گپ می‌زنیم، شناسا خطی و یوتیوب آموزش می‌کنیم که دیگرش را خیلی اینترس نداریم. یگون وقت خیلی می‌داریم، یگون چیزا نفهمیم ما استفاده می‌بریم، قانونا را می‌فهمیم. دیگر نمی‌دونستم تو اولی که شما گاو زدین. خیلی نفهمیدیم، شاید استفادهش می‌بریم. شاید. انداز استفاده می‌برم برای چی که خواجگی دارم استفاده می‌بریم. با کدام سایت را می‌دونید؟ تمام دیگه‌ش نمی‌دونم من. وزارت یا موارد فقط اون سایت یه دونش داره و همو تمام برای کودکان استفاده می‌بریم. دیگه سوالو نمی‌دونیم بعضی وقت اگر نداریم دیگه نمی‌دونیم. این پیش از همه برای ما آن را مهیا می‌شود که ما در ساحه‌های مخصوصا برای مردم ما انداز و دیگر ساحه‌ها نیز، چون همه اینها برای صرفه نمودن وقتی آدمان است. خب صرفه نمودن وقتی خصوصا صاحبکاران خب حجت درست کنی یا اینکه
خب استفاده از اینترنت برای آموختن زبان خارجی مخصوصا سالهای اخیر به پیشرفت رسیده است و این پیش از همه به مدنیت استفاده برای خودی شخصانی که اینترنت را استفاده می‌کنند با آنها وابستگی دارد. بسیارتر دوشنبه پلیس سیستم معارف بسیارتر برای درس مکتب‌های عالی بسیارتر. راستی گپ نمیدونم. اگر دونم ممکن میدارم، ممکن نه حتما برای میگم که تندرستی با میدارم. بینندگان عزیز، آیا شما هم از سامانه‌های رسمی استفاده میبرید؟ پاسخ‌های خود را میتوانید زیر برنامه نویسید. حزب کارگران کردستان که دوامی چند ده ساله با هدف تأسیس دولتی مستقل ضد ترکیه مبارزه مسلحانه برده است، روز 12 می درباره پاش خوردن این سازمان و خلع سلاح خبر داد. در این باره خبرگزاری نزدیک به این گروه فرست اطلاع داده است. از این پیش عبدالله اوجالان راهبر حزب که آن را ترکیه، امریکا و اتحادیه اروپا تروریستی مینامند، از داخل زندان از طرفدارانش دعوت نمود که پراکنده شوند. اوجالان بعد حبسش در سال 1999 در یک زندان کناری استانبول حبس یک عمری را پشت سر میکند. حزب در پاسخ به دعوت اوجالان در شمال عراق انجمن برپا و از این دعوت راهبرش جانبداری نموده است. در اظهارات سازمان گفته شده است که حزب کارگران کردستان رسالت تاریخی خود را به انجام رسانید و اکنون مسائل کردها از راه دموکراسی حل شده میتواند. حزب کارگران کردستان از سال 1984 ضد حکومت ترکیه مبارزه می‌برد. و یک خبری ورزشی هم داریم. ورزشکاران تاجیک شهریار دامینوف و امیر باباجانوف در مسابقات قهرمانی آسیا در قایقرانی، در بایدرکه و کانوی که روزهای 8 و 10 می در شهر نانچانی چین دور گردید مدال برنجی به دست آوردند. به اطلاع فدراسیون قایقرانی تاجیکستان، شهریار دامینوف و امیر باباجانوف در کانوی دو کاسه با مسافه 1000 متر مقام سوم را کسب کرده با نشان برنجی سرفراز گشتند. نماینده دیگری تاجیکستان محمدی رجبوف در کانوی یک کاسه با مسافه 1000 متر به دور نهایی راه یافت اما نتوانست مدال بگیرد. در قهرمانی آسیا در قایقرانی، در بایدرکه و کانوی در نانچانی چین 280 ورزشکار از 19 کشور قاره اشتراک نموده در مسافه های 200، 500 و 1000 متر رقابت کردند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد. سیزدهمی می سال 2005 شهر اندیجان ازبکستان شاهد خشونت‌های بی‌مثل شد. در پی اعتراض‌های گروهی ساکنان از حکم ناعادلانه صاحبکاران در یک دادگاه محلی، صدها نفر به خیابان‌ها ریختند ولی مقامات قدرتی آنها را هدفی تیر قرار دادند. مقامات گفتند در این حادثه ها 187 ولی به قول فعالان حقوق زیاده از 1000 نفر کشته شدند. هزارها نفر دیگر زندانی شدند. تنها بعد مرگ اسلام کریموف پرزیدنت سابق، نماینده رسمی دادستانی کل ازبکستان گفت حکومت به خطا راه داد. 13 می سال 2016 در تاجیکستان مقام امبودسمن کودک تأسیس شد و رجب ماه بدرالدینوف که بعدا نامش حبیب الله زاده شد به این مقام تعیین گردید. منقدان میگویند امبودسمن های تاجیک در رابطه با حوادث داغ جامعه مهر خاموشی به لب زدند، در حالی که باید در سرگاه فعالیت های مربوط به دفاع از حقوق انسان باشند. در تاجیکستان تا امروز بسیاری ها بر اینند که به خاطر شفاف و برای جامعه دسترس شدن کاری وکالتداری حقوق انسان، این ساختار باید از حکومت جدا و مستقل باشد. 13 می سال 2014 در یک تحقیقات بهداشتی سازمان جهانی تندرستی، تاجیکستان را کشوری نامیدند که در آن استعمال مشروبات یا الکل در سطح پایین‌ترین در میان کشورهای آسیای مرکزی قرار دارد. محققان یک دلیل این تمایل را به میل بیشتری مردم به دین ربط می‌دهند.
صبح امروز 1000 روبل روسی به 128 سومونی برابر است. 100 یورو باشد به 1155 سومونی و 100 دلار 1041 سومونی مقرر شده است. بینندگان گرامی، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خبر و گزارش‌های از این بیشتر را میتوانید دوامی روز در سامانه و شبکه‌های اجتماعی رادیو زودی پیدا نمایید. تا فردا در همین وقت ساعت روز خوبی داشته باشید.